فیدل کاسترو با نام کامل فیدل الخاندرو کاسترو یک سیاستمدار و مبارز کوبایی بود. وی رهبر انقلاب کوبا را بر عهده گرفت و پس از موفقیت انقلاب در بین سالهای 1959 تا 1976 میلادی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد. فعالیت‌های فیدل کاسترو در حوزه سیاست آنقدر برای مردم کوبا ارزشمند بود که او را در نهایت در سالهای 1976 تا 2008 میلادی به عنوان رئیس جمهور برگزیدند. فیدل کاسترو همچنین مدیریت حزب کمونیست کوبا را در بین سالهای 1965 تا 2011 میلادی به عهده داشت. فیدل کاسترو در تاریخ 13 آگوست 1926 میلادی در شهر بیران واقع در استان شرقی کوبا با نام اولگین متولد شد. پدر و مادرش به ترتیب لانسلوت کاسترو و لیدیا روز گونزالس بودند. پدر او یک کشاورز و زمیندار نیشکر بود و همین خاطر از نظر اقتصادی خانواده مرفه به شمار می رفتند. وی دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی خود را در روستایی که در آن متولد شده بود سپری کرد. سپس پدرش فیدل را جهت گذراندن تحصیلات تخصصی به شهر سانتیاگو و پس از آن به هاوانا فرستاد. در نهایت او مدرک لیسانس حقوق خود را در سال 1950 میلادی از دانشگاه هاوانا دریافت نمود و فارغ التحصیل شد. رهبر حکومت وقت آن زمان یعنی باتیستا سالدیوار از اداره امور کشور ناتوان شده بود. در آن سالها کوبا از نظر اقتصادی و سیاسی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. مردم کشور کوبا یا درگیر فقر شدید بودند یا ثروت بیش از حد داشتند. اختلاف طبقاتی به شدت زیاد شده بود. این اتفاق باعث شده بود کشور کوبا به بهشت ثروتمندان تبدیل شود، چرا که ثروتمندان به راحتی می‌توانستند بر طبقه فقرا در ازای پولی ناچیز تسلط پیدا کنند. در آن زمان تنفروشی، قاچاق مواد مخدر، قمار و زورگویی بسیار در کشور کوبا رواج یافته بود و زمام حکومت از دست سیاستمداران خارج شده بود. درک این موضوعات برای فیدل کاسترو که دارای تحصیلات عالی بود و بر حق و حقوق شهروندان آگاهی کامل داشت دشوار نبود. همین موضوعات باعث شد تا وی خواستگار سرنگونی حکومت وقت شود. او فعالیت‌های گسترده زیادی را برای دستیابی به اهدافش انجام داد. فیدل کاسترو به یک گروه دانشجویی پیوست تا در برابر فساد سیاسی و اقتصادی کوبا ایستادگی کند. سپس او به عضویت حزب ارتدوکس کوبا درآمد که یکی از مهمترین حزب‌های سیاسی آن زمان به حساب می‌آمد. اما پس از گذشت چندین سال او به خاطر اینکه با سایر اعضای اصلی این حزب اختلافات سیاسی داشت، از حزب ارتدوکس خارج شد. فیدل کاسترو در سال 1955 میلادی به دستور رهبران حکومت وقت به دلیل فعالیت‌های سیاسیش به زندان افتاد. وی در سال 1956 به همراه چندین فعال دیگر از جمله ارنست چه گوارا موفق شد تا از زندان فرار کند. پس از فرار کردن از زندان به سمت کشور مکزیک متواری شد. در همان سال او با گروهی از فعالان و مبارزان در مکزیک جنبشی به نام جبهه ملی آزادی راه اندازی کرد که بعدتر با نام حرکت 26 جولای مشهور شد. هدف این گروه برگرداندن دموکراسی و رهبری کوبا به مردمش بود. فیدل کاسترو، ارنست چه گوارا و سایر اعضای جبهه ملی آزادی شبانه به کمک یک قایق به سمت کوبا راهی شدند. بلافاصله پس از رسیدن قایق به ساحل، آنها با نیروهای حکومتی درگیر شدند. طی این درگیری 70 نفر اعضای گروه فیدل کاسترو کشته شدند و تنها 12 نفر از آنها زنده ماندند. اعضای باقی مانده نیز به سمت تپه‌های هاوانا فرار کردند و در آنجا مستقر شدند. سرانجام فیدل کاسترو تصمیم گرفت در 2 ژانویه 1959 به کمک یک نقشه چریکی به مرکز حکومتی کوبا حمله کند. باتیستا سالدیوار که از این موضوع مطلع بود در ابتدا قصد داشت که در برابر جبهه ملی آزادی ایستادگی کند، اما با برآوردی نظامی که انجام شد به این مهم دست یافت که هرچه سریعتر باید فرار کند. پس از فرار فیدل کاسترو یک حکومت جدید راه اندازی کرد. فیدل کاسترو به روی عدالت اجتماعی تاکید زیادی داشت. او در مصاحبه‌های خود دائما به این موضوع اشاره می‌کرد که دنبال کمونیسم یا مارکسیسم نیست. تنها هدف او دموکراسی و ایجاد یک برنامه اقتصادی مناسب است. او در ابتدا قصد داشت تا با ایالات متحده وارد مذاکره شود، ولی دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا خواسته های او را نادیده می گرفت.
همین موضوع صلح و دوستی کوبا با شوروی را مقدمه چینی کرد. فیدل کاسترو نیز وارد جنگ سرد با ایالات متحده آمریکا شد. او تمام اموال شهروندان آمریکایی کوبا را مصادره کرد. همچنین در مصاحبه‌های خود به شدت عقاید سران دولتی آمریکا را مورد نقد قرار می‌داد. جنگ کوبا و آمریکا باعث شده بود برخی از طرفداران فیدل کاسترو او را به خیانت بر علیه کشور متهم کنند، چرا که مردم گاهن نمی‌توانستند احساس امنیت کنند و مدام منتظر شروع جنگ با آمریکا بودند. رابطه فیدل کاسترو با رهبر شوروی یعنی نیکیتا خروشچوف برای سران ایالات متحده آمریکا گران تمام شده بود. به همین خاطر دوایت آیزنهاور برنامه‌ای ترتیب داد که گروهی از تبعید شدگان کوبا به علاوه نیروهای آمریکایی به کوبا حمله کنند تا حکومت فیدل کاسترو سرنگون شود. اما دولت آمریکا در این برنامه نیز با شکست مواجه شد و هزاران نیروی خود را از دست داد. همچنین هزاران نفر نیز توسط فیدل کاسترو به اسارت گرفته شدند. او با این پیروزی باعث کاهش اقتدار ایالات متحده آمریکا در آن زمان شده بود. فیدل کاسترو 2 بار ازدواج کرده و 9 فرزند دارد. حاصل اولین ازدواج وی با میرتا دیاز 2 فرزند به نامهای فیدل فلیکس و لویدیس کاسترو دیاز داشتند. همسر دوم وی داریل هانتر بود و از این ازدواج 5 فرزند به نامهای الکسیس، الکساندر، فرانسیسکو، آنجل و خوزه مانوئل کاسترو هانتر به دنیا آمدند. فیدل کاسترو همچنین گفته است که دارای فرزندان دیگری نیز هست که در عموم مردم کوبا زندگی می‌کنند و او به دلایل حفظ حریم خصوصی این فرزندان را فاش نکرده است.